90% مردم نمیدونن که این سه خرابی ماشین رو خودشون با کمترین هزینه و به سادگی میتونن تعمیر کنن. حتی شما خانم عزیز بیا و ببین موتور چقدر شدید میلرزه. میدونی چرا؟ در واقع این به دلیل رسوب کربن زیاد روی سنسور اکسیژنه. اول اون رو باز کن، میبینی که کلی رسوب کربن گرفته. داخل ظرف مقداری محلول اوفلاس بریز، سنسور اکسیژن رو داخلش قرار بده تا کاملا تمیز بشه و بعد با یه دستمال حسابی پاکش کن. دوباره اون رو نصب کن. حالا ماشین رو روشن کن، میبینی که موتور ماشین دیگه به هیچ وجه حتی یه ذره لرزش نداره. اگه دیدی ماشین گاز نمیخوره، استپر رو در بیار، با اسپری W40 اون رو خوب شستشو بده، با مسواک تمام جرم ها رو ازش پاک کن، دوباره سر جاش قرار بده. حالا ماشینتون به راحتی گاز میخوره. اگه تنهایی و کسی نیست که ماشین رو هول بدی، کافیه کمربند ایمنی رو تا جایی که میشه بکشی، بعد در ماشین رو ببندی، کمربند ایمنی رو روی شونت قرار بدی. با این کار قدرت چند برابر میشه، حتی خانوما هم میتونن به راحتی ماشین رو هول بدن. اگه تو جاده خوابت گرفته و میخوای بخوابی، پشت سری صندلی رو در بیار، برعکس کن، بذار سر جاش، دیگه گردنت درد نمیگیره. زیر فرمون یه اهرم کوچیک وجود داره، به آرومی اون رو فشار بده. به این ترتیب میتونی فاصله و ارتفاع فرمون رو تنظیم کنی. پست و لایک کنی، 3 تا قلب قرمزم حتما برای من بذاری عزیز دلم.